حضرت علی، بعضی ها به حضرت علی نسبت میدن ولیکن نسبتش به سهل تستوری یا اینکه به سفیان ثوری درست‌تر است. الناس نیام، مردم خواب هستند. فاذا ماتوا انتبهوا، وقتی که وفات کردن به هوشیار میشن. و اذا ماتوا ندموا، وقتی که وفات کردن پشیمان میشوند. و این ندموا لم تنفعهم ندامتهم، اگر پشیمان شوند دیگه پشیمانشان فایده نمیدهد. یعنی در حقیقت انسان وقتی که وفات میکند هوشیار میشود. ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب روح آوردن که بعضی اهل قبور وقتی که مردم به زیارت قبرستان روان میگن که ای مردم دنیا، مردم دنیا، قدر دنیا رو نمیدانید، قدر وقت رو نمیدانید. کاش الله تعالی برای من یه لحظه مرا دوباره به دنیا برمیگردانید و من 2 رکعت نماز خوانده گشته می آمدم. فقط برای 2 رکعت نماز من آرزو میکنم که الله تعالی برای من فرصت دوباره عمر دهد که من رفته 2 رکعت نماز خوانم گشته آیم، یا 1 مرتبه سبحان الله و بحمده گویم و گشته آیم. برای اینکه حیات آخرت حیات عمل است، حیات عمل نیست، حیات حساب است. اگرچه در آنجا آنها ذکر کنن یا عبادت کنن هم اجر نیست، برای اینکه دنیا این دار عمل است، آخرت این حوله حساب است نه عمل. 1 مرتبه اقلا برای سبحان الله و بحمده گفتن الله تعالی برای من همین قدر فرصت میداد. ثانیه هست، چند ثانیه. ببینید اهل قبور آرزو میکنن رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، پروردگارا مرا به دنیا بازگردان شاید من عملی صالح میکنم. ببینید بنابراین مادامی که امروز فرصت داری، امروز غنیمت دانی، چیکار کن؟ دنیا را امروز که فرصت داری غنیمت دان، عمل کن. نصیحت دارم